اگه بخوابم بیدار نشم چی؟ خانواده از دستت راحت میشن. بگذریم از این قضیه. همچی چیز غیر ممکنه. هیپنوتیزم اصلا خواب نیست. هیپنوتیزم یه تمرکز عمیق. آقای دکتر اگه حافظه‌مو کلاً از دست بدم چی؟ ما با حافظه شما هیچ کاری نداریم. بدون اطلاع و اجازه شما وارد هیچ قسمت از حافظه شما نمیشیم. فقط ما با اون قسمت‌های کار داریم که با هم به تفاهم رسیدیم. خارج از اراده و اجازه شما وارد هیچ مبحثی ما نمیشیم. اصلا جای نگرانی نیست. واقعا آقای دکتر من دوست ندارم شما همه گذشته منو بدونید. اصلا دختر خوب، همه گذشته شما به چه درد من میخوره؟ اصلا با گذشته شما کاری ندارم. فقط راجع به مبحثی که ما با هم به تفاهم رسیدیم راجع به اون صحبت. خب هیپنوتیزم وسیله هست که ما روانشناسا و مشاوره وقتی به مشکل و چالش میخوریم از طریق اون میتونیم با هیپنوتیزم کردن فرد مسائل و مشکلات فرد رو متوجه بشیم. بنابراین از هیپنوتیزم برای حذف عادات مختلف از جمله ترس‌ها، فوبیاهای مختلفی که وجود داره استفاده بشه. پس جای نگرانی بابت اینکه اگر هیپنوتیزم شدیم از خواب بیدار نمیشیم یا مسائل دیگه اصلا محلی از اعراب نداره. اگر میخواید راجع به هیپنوتیزم اطلاعات بیشتری به دست بیارید و بدونید که آیا به درد شما هم میخوره یا نه، عدد 3 رو برای ما کامل